برادرای عزیز، من در حیاتم یگان کسا نگفتم که ما در پک سکنین، یگان کسا نگفتم که لایک مونن که بعضیات بنویسونن که ای موتر دیگه فکر میکردیم. همین پک سایت ما در دستالت نینوج نای. هر چیزی میکنم از برای الله و هر چیزی که دارم از برای الله میبرم، گپ میزنم، نشون میدم. با نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله باز یک ویدیو دیگر را یعنی که میخوایم که پیشکشی هموطنان عزیز و شخصانی که وطن دوست و ملت تاجیک نمیخواهند که در پستی بینند، این ویدیوی ما برای همونا. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، شما دیده بودین که دینا یک نوار کردم که یعنی یک روز پیش یک نوار کردم که برای شما یعنی برای ملت تاجیک آگاهی کنم که این شخصیت ها چی هم. ما یعنی که ویدیو را ماندم و گفته بودم که دکازت میکنم که اینا در اصل کیان و چیان و فایده دارن یا ضرر. در اصل اینا یک جانوری ضرر آوری یعنی که خچونه یک معرفیگری بهترین شناس میکنن، در اصل خطا است. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، بسیاری شما در کامنتار نویساندین که برای چی دیگه اکترا مجبور کردن، یا کسی یک بوتا مرا مجبور کرده، کسی که برام مقابلی این حرامزاده ها گپ زنم. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، اگر کسی که باور میکنه باور کنه، کسی نمیکنه اختیارش. همین قدر گپ میگم که یگان شخصیت مرا مجبور کردگی نیست که ویدیو کو. بله مجبور کردگی همین شخصیت، یعنی که این در گروه های همینا شامل است. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، شخصا من ده ها بار التماس کردم، گفتم مرا زنگ نزنین، مرا این خیل نکنین، مرا گپ نزنین. ویدیو شما کمترک تو اگر مرد باشی چی مزید رامون گپ میزنی قدرخت برای چی گپ زنم؟ برای چی گپ؟ میگوید ای الله خور کنه ترا، ای الله خور کنه ترا، تو از خدا نمیترسی؟ ای مایمون ما در شهر تورم گوش کن دیگه بگ مایمون فامیلیا تا، ای گوش کن مردا، گوش بیا پیش گپ زن. تو پیونی؟ بی امین تو پیونی؟ تو پیونی؟ تو پیونی؟ یا لحظه ما در گپ زن با ما خطی گپ زنم، پیونی تو؟ گوش کردین برادرای عزیز، هر روز آنم خیلی ویدیو رو زنگ میزد، ویدیو ویزوف آنم خیلی گپ میزد، هر روز احوال همین احوال. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، به همین خاطر من قسم خورده بودم همین کار زنگ میزنین یا اگرجت میکنین میبرم ویدیوتون میکنم. در اصل همین چیز شید برادرای عزیز. وقتی که زنگ زد یعنی که پیانای برادرای عزیز مستای. من یارا برای چی الکش گفتم، پیانسکا گفتم با دکازاتو با هستای، برای چی پیانسکا گفتم، الکش گفتم، دیستیویتیلنا اینو پیانسکا و الکش هم مونش. تو پیونی؟ بی امین تو پیونی؟ تو پیونی؟ تو پیونی؟ یا لحظه ما در گپ زن با ما خطی گپ زنم، پیونی تو؟ برادرای عزیز دیدین این پیونای مستای مست شروع خیلی گپ نمیزنه. اینم اقبال امونیا برده، اقبال بی بگیم، اقبال گل بگیم، اقبال بی بگیم. نگاه کن اینم مستای، اینم رنگ اینم یا همشون که ایش عرق زدگی بوده که این اقبال بی نشه پشه میزده. همین خیلی های پس یعنی اینم لوبای فیروش دم میبینی، اینم خیلی رفته است گپ زده است، اینم خیلی رفته است گپ زده است. خب به همون حالت همین خیلیش اگر لوبای کس لوبای معلوماتی دروغ میتاش نگیره دفتر دمه نویسونه میبرویا نمیخیل یا نمود میخونه که رنگ میگو ریال نیکور شده سای اتاک روش اسیو میکنه، یگم دلیل یگم دکازات نداره. اگر همون وقتی پیونیش دا یگم تدبو نویسونن که اقبال ایدیبک دختر تا رسید، زن دیچا جنگش کرد، بچت خفه شید، همون چیزا میبرویا گپ میزنه برای پرسموتر میکنن لوبای کورا. خب برادرای عزیز، اپا و خواهرها، برای چی من گپ میگم که یعنی که این دروغ میگه، یعنی که همه ویدیوش دروغه. برای چی؟ برای که من دکازات دارم، دلیل دارم. خواهر شما دا خواهریم محمد اقبال صدقی کجان اگر همی ویدیوی ما را ببینین التماس تا میکنیم همی گپای دروغ و گپایی که مثال فریفته نمیدونم کدام گروه ها شدگین باز کنین همی گپاتونه. تاجیکستان ما تینجای شما اگه میدونین که در وطن ما چی گپای حاضی نمیمد انجا شتگی باشم نمیدونم که همی دیوار. اینا برادرای عزیز، اینا
اینایی دکزت میگن ایرا انا ایرا دلیل میگم آخه اقبال گوش کو ترا خواهر خودت میگه که تو دروغ میگوی اینا ما نگفته استم اینا دانی ما پروس اتاک نبرومد اینا خواهر خودت گفته است که دروغ نگو مردم جلب نکن مردم فریب نکن مردم تینج یعنی وطن تینج آرام و آسوده را یعنی که رنگ خودت به وطن نکن خواهر دیگه پا گفته است برادرای عزیز اپا و خواهرو شما یعنی که از اینا یگان چیز امید داشته باشین بعضیات امیدتون بکنین برای چی این اینمی شخصیت برای چی برای که خاله شما که خالش چی میگه خاله شما نظروی ابراهیم و ساکن شهر قرغان تپه معیوبی گروه یکم من خاله محمد اقبال در تبان برام یا بس که همی کارها رفتار بده من تا میدونی که یک بار ما رهره شدیم به خونه و به در شدیم تنج امانیم خدا را شکر تا میدونی که همی زندگی ما چقدر مشکلی دارم من پا ندارم در زمستون خنک رفته اومده نمیتونم من نمیخوام ایتا همی قطع دارم که بس که همی کارو تا این کارو برای ما فایده نمیاره نه آباد شدیم 1000 بار شکر زندگی و نزدیکی بیمونه با آرد آورده بدن بیمونه ای برنامه ما ای مردنت بهتره مردنت به الله خورد کنه تو میبروی از اسلام پاک گپ میزنی تو میبروی با نیم عربی گپ میزنی نیم تاجیکی گپ میزنی این خیلی میکنی که بودتی یگون شیخی یگون مولوی یگون اهل علمی خیلی ویده هم خیلی ختم معرفی میکنی دا الله ترا خور کنه الله خورد کنه خاله که ترا کلون کدگه اوی چشم شدیدی من نمیدونم تو در گپ زنی آدم تصور میکنی حس میکنی شخصا من وقتی که آدم گپ میزنه آدم حس میکنه که یعنی که همه آدم علم بشه گپ زده است ای باور که اوای دیده مادر بینه تو میدونی من ترا گفتم که اوای دیده چندین مادر رزوندگین اوای دیده چندین برادر رزوندگین اوای دیده چندین پدر رزوندگین من بیهوده گپ را نگفتم من دکزت میکنم ایسو همشه تو دیدی خالت میگه که من ای همی پدر لعنتی پدر سگ اقبال یگم چی دیدگی نیستم اینا خالت میگه من نگفته استم اگر تایما خبا ایما خفه نشه یگم خطا باشه بگو خطا خالت میگه که یعنی که میگه ای تو ما هیچ دیدگی نیستیم ای تو دا یعنی ای تو دا یعنی دولتی صاحب استقلال دولتی آرام و تینج فایدهش بسیارتره که ما تینجیم آرامیم الحمدلله یعنی که با پاموش میدادین شما اینا ایده دیگه وطن دوستی میشوه شما میخزین روبر دولت گپ میزنید پیتوخو شما میخزین روبر دولت گپ میزنید روبر دولت غمخوری شدیدی انا ایرا مردی میگم انا ایرا شیر مردی میگم شما مردک نیستین بعضا میخزین بعضا میبره میگه که این کارگر امنیت این خیلی میبره میگه که من کارگر امنیتم دامه فیلو شونده میگه من کارگر امنیتم این خیلی روی و چت سیاه میکنی تو کارگر امنیت نیستی تو یگام خدا زده بیناموسی تو کارگر امنیت نیستی یک دیگم یا خیلیش میگرده میگه که من در فلان وزارت کارهای داخلی کار میکنم در فلان اداره ترم روی و چت سیاه میکنی تو پات چیزی هستی پات سرت کردگیان یگام نروشنی کردگی سرت کردگیان یک بس شیده رفتگی بسیارت میگرده میگن که در کمیتر میگن تو بس بودای وطن دوستی بزیای ملت حمایت کردن بزیای وطن حمایت کردن بزیای بوم بره نوروسوندا بیناموسو بعد ایگه با همون آدمای داخل دوره که بسیار میبینن در کامنتر حقارت میگه ای طرفدارای یا بسیار برادرای عزیز اپا و خواهرو مادرو پدرو من شما را میگم طرفدارای یا بسیار نیست اینا 6 تایی 8 تایی تلفن دارن 6 تایی 8 تایی تلفن دارن در هر یک تلفنشون 20 تایی اکانت دارن همو هر یک اکانتشون 3 بار 4 بار حقارت میکنن مردم فکر میکنن که طرفدارای یا خیلی بسیارای برعکس آدمی با عقل اولش که کامنتر نمینویسونه و دیگه‌اش که نویس برای وطن حمایت کردن برای وطن دوست داشتن و برای جوانان پیشنهاد کردن یک برای خوب یعنی که طرفداری میکنن این نامردا چیکار میکنن اینا فقط وطن پس میزنن و یعنی که مقصد رو برای دولت گنده میکنن یعنی که مقصد کارمندای مقامات را گنده میکنن آخه همین شما در حیات چی خدمت کردگین
برای وطن نه، من میدونم برای وطن هیچ کار کردگی نیستین، برای ملت، برای یک شهروند جمهوری تاجیکستان چی خدمت کردگین؟ اگر شما بگوین خدمت کردگین روی اوچهاتون سیاه میکنین. شما را یک کسی نیست که یک دو سمپل بگذرونه، هر هفته کارتا میمونین، بای خودتون بیناموسو کارتا میمونین که دامی کارتا پول بگذرونین. اینا بیناموسی شما، اینا بی غیرتی شما. شما همین جای نمی همین روسیه دیگه دولت ها آدمو را جلب میکنین، وقتون بیای جایی خیلی میکنیم، او خیلی میکنیم، یگون سمک میپرتوین، یاردم میکنین، میبرینشا، میمونینشا، همین خیلی است، میبرین میمونینشا. مقصد در گرمانیا یک بار برای پروتفی دولت گپ میزنه، الکی او آدم تروریسم اکستریمیسم مینویسنشا و شما لعنتیو او آدم ایدر بیرون میکنین برای زندگی تا خودت بیا و خودت پیش بر. نمی خیلی چیزا پر کردگین. اگر شما نمیگین ویدیو آینده در اجداد کنین، من این ویدیو را همین گپا در گپا جواب بدم، دکازات کنم. یا خیش تبار اقبال بیرم. نظریه من از سلما استقامت کننده کوچه بهار هستم. زن تقوی محمد اقبال میشم. محمد اقبال باید که خیلی کاری که تو اقبال دختری خیلی کرده نکنه. دنیا کی رو نداره، ما عاقبت میبریم، همه ما برابر باید باشیم. باید به همدیگری گفتیم که دوست باشیم، علاقه باشیم، زندگی خش خرسندانه کنیم. ما نمیخواهیم که مثال همه کارا خیلی دوام بتیه. 92 سال همه کارا را گفته اقبال دختن کردن، همه کارا را گفتیم که بچی کردن، همه کارا در کار نیسته. وقتی که خوجاینم ازش نبود کسال خوبه، خستم رفتم پیش اولاداش، پیش همین محمد اقبال، پیش سادات. گفتم من همین 300 سمپل در کار میکی، مقصد همین خوجاین من مزش نیسته، من یاردم نتین، من قرضم بتین. کشتن گفتن که یگان سه زلاک داری ما را بتی که ما مثال شما را بتیم. برادر عزیز گوش کردین؟ دیگه چی دکازات کنم؟ من همین آدمو را چی دکازات کنم؟ چی دکازات کنم؟ ها؟ دکازات اید زیاد نمیشه. من رنگیو لکسیا نمیخونم، من رنگیو خیلی گپی هوایی گپ نمیزنم. من ایدی بکرم، من شیری نری وطنم، من با میگم که همین شیری نری وطنم، یک تاجیک اصلیم، تاجیک، یعنی تاجیک میگم، فهمیدین؟ به همین خاطر من یک دلیلای میارم، دکازاتای میارم که شما ببینین اصلی واقعا چیه. و این شخصیت ها میبرن و گپی هوایی گپ میزنن. من امیرت شما دا باور میدرونم که اینا افسانه نقل میکنن، گپاشون دروغه، یگام گپشون اصل یعنی که راست نیست. برادر عزیز، خب برادر عزیز، اپا خوارو همین امروزه جامعه تینج آرام تاجیکستان اینا ناتینج کردگیان، حتی جوانا با خبره. ای برادر عزیز، وقتی قرقیزستان تاجیکستان جنگ بود، با جای بخیزن پشتی تاجیکستان ها بگیرن، با والله قسم این کلانشون اکی پرزیدنتشون بگیم ده پی کراچی همه گروه ها و چم چیزا همه پیروای محیدین کبیری هم یک خدا زده بین ناموس خیانتکارایی. اینا یک خدا زده بین ناموس خیانتکارایی. همین برادر عزیز، من یک چیز دیگر عیادم برو وردم بگم تو برادر عزیز، من یارا بگم که دکازات کنم که برادر تجارت چه زدگیان من ما در دروی تویسون در بیرون کو در اروپا برادر تجارت میدونیسی رک موندم گوی دمش گرفت تویسون را پاپرو ماتسی یعنی مخالفو گرزا کویم. آیه بس یک لحظه یک لحظه میتونم کار کردم یک لحظه ویدیو دیدیمو با اگوش کردین اینا خینه برادر همیو زدین کویا همشون برو اومدن گفتن که ای این کونتیش این مخنث آدم ما نیست، این مخنث آدم ما نیست، یا کیم چیزن چیم چی یا کیم چی گرچه برو وردن گروهشون و گفتی خچون اتک یا در گروهای همیو بودن، همه تو میدونی نه همیو در گروهای همیو بودن، نه که در وقتی که گناهشون قپیدن در بالای گهشون قپیدن گفتن گهی ما نیست. ولی همیرم ولی نمی حرامکم ولی یوم میگردن میگن این آدم ما نیست. با خدا نمی خیلی میگن، من 100% من میگم که اینا میان میگه پگاب میزنن و من دکازات دارم که با این آدمی همگوای. برادر عزیز، اپال خوارو یعنی که جوانای امروزه را این لعنتیو یعنی که کم ترک ناراحت کردن، حتی جوانان در شهر قرغانتپه یعنی که خواستن که دو سخنه کنن. من از فرصت مناسب استفاده برده خوارکای وطن دوست میخوام که بمونم مردم تاجیکستان عزیز ببینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ویدیو آینده را اجداد کنین.
бародари азиз, ман дар ҳаётам ягон каса нагуфтам ки мада подписатсия кунен, ягон каса нагуфтам ки лайк монен ки баъз зиёд менависонен ки мотра дигар хе фикр мекардем, мо подписатсия кардем. Ҳамин подписатсия ки мада дар 100 лет не нужна. ай аввал дар кор набуд, то ҳозир дар кор нест. фаҳмидед? ҳар чизе мекунам аз барои Аллоҳ ва ҳар чизе ки дорам аз барои Аллоҳ мебурам, гап мезанам, нишон метам. хоҳаракора гӯш кунед. Салому алайкум. салому алайкум ҳамватанони азиз, бародарон, хоҳарон ва мардуми шарифи Тоҷикистон. чун лаҳзае мо дар сомонаи иҷтимоӣ қарор доштем, ногаҳон чашмамон ба наворе афтод ва боз карда бинем ки мардум дар шуру ғавғо аст ва мо ҳамчун як ҷавондухтар нахостем бетараф бошем, чунки мо ҳам ҳуқуқи сухан гуфтан ва муҳофизат кардани миллатамонро дорем. محمد اقبال صدریدین ملت ما را آزار رسانیدن نمیتوانید. این ملت راد مردان و گردآفریدهای خود را دارد. این ملت پدر دارد که هیچگاه خلقش را خار نمیکند و فرزندان دارد که خلقشان را محافظت مینمایند و برای آن جان فدا مینمایند. هیچ کس و هیچگاه نمیتواند با این نیت‌های ناپاکی که و دولت ملت ما دارد و اون نیت‌هایشان برسند. این سرویس اقلالی، این آبادی و آزادی با آسانی به دست نآمده است و با آسانی هم از دست نخواهد رفت.